برای هموطنان ما که بیرون از تاجیکستان قرار دارند کمک به نزدیکان و عزیزان کاری خیلی مهم است. اکنون با واسطه برنامه الف موبی انتقال مبلغ‌ها مفید، فوری و خیلی آسان گردیده است. با واسطه همیانی الکترونی الف موبی اکنون شما می توانید به کمیسیا مبلغ را با کارت ملی و همیان‌های الکترونی دوستانتان انتقال دهید. از تمام کارت های فدراسیون روسیه شما امکان دارید که مبلغ را با همیانی الکترونی دوستانتان فرستانید. همچنین از پیشنهاد الف موبی می توانید به طور فایده آور استفاده برید و بونوس 3% را صاحب شوید. این بونوس با کارت گیرنده داخل می شود. از برنامه الف موبی استفاده برده خاطر عزیزان خود را شاد کنید. برنامه الف موبی در پلی مارکت و اپستور دسترس است. سلام عرض میکنیم با بینندگان عزیز. در شهر بوستانی خوجند قرار داریم برنامه نوبتی نگفته ها را در همکاری با تالاری مبلی امباوود منظور شما میگردونیم. سروغاز شهر خوجند، کوچه اسماعیل سومانی 250، تلفن تماس 92 633 88 33 92 933 88 22. مهمونی برنامه ما جمشید است. جمشید اسماعیلوف. من سلامی کلی بیننده ها رو، مخلصان خوجند رو، آنهایی رو که ما رو در تمام گوشه و کنار دنیا تماشا میکنند سلامشان رو به شما میرسونم. هزار رحمت. تشکر اکا جان. شما هم خوش آمدید به خوجند بوستانی. جمشید شما زیاده از 15 سال است که در دیگ شو بیزنس میجوشید، همین طور نه؟ تا حال من نفهمیدم که در تاجیکستان شو بیزنس هست یا نیست. از سینی 13 سالگیم با سرودخوانی شروع کردم. بهترین کمپوزیتورها در ولایت ما رو به کار دعوت کردند و به مانند استاد عزیزم الهام جان ارمانوف، روحشان شاد بود. ما عموما گروه ما ادیب. چی شد با گروه ادیب؟ شکست خورد؟ باز یک نفر دیگر با شما برآمد میکرد نه؟ بله. دو نفر بود. دو نفر. ما 3 نفر بودیم. 3 نفر بودیم. انور جان، مامور خان، بعد من. انور جان حالا در شهر ایرکوتسک اونجا زندگی و هم فعالیت و چی میبرند. مامور خان در شهر خوجند هستند. چرا گروه رو نگاه داشته نتوانستید؟ متاسفانه وقتی ما سرود میخوندیم و در یک گروه بودیم یک معمایی شد که همه راه خودش پیش گرفتن. اول مامور خان عصبی آن که نه همین با موفقیت این رشک میکند. این چیو به فکرم خواهیم من میدونم جمشید. ببینید یک شهر خوجند، همین یک شهر بوستانی چند گروهی بسیار نامدار و شهرتیار رو به تاجیکستان معرفی کرد. اقبال، احسان، ادیب، بولو. این گروه هایی بودند که در استادیون ها می توانستند کنسرت برپا کنند و می بینیم که در نهایت تقدیر همه این گروه ها با ناکامی می پیوندد. وقتی که جوانان وقتی که سر میکنند، بعد وقتی که همون با ارزششون میرسن و گروه موفق میشد، معروف میشن، حافظ به یک سطح میرسد، البته به فکر میکند که با من این خیلی گپ زدن ممکن نه. باید که همین چیز به فکرم که شاد روشن کنیم که صنعتکار وقتی که میبیند در گردش دقت مردم بسیار میشد. شما بیش از همه میدونید که گروه اقبال یکی از نامدارترین گروه ها در اواخر سالهای 90 و اوایل سالهای 2000 بود. اینقدر آنها نامدار بودند، نه فقط در خوجند بلکه در تمام کشور ترانه های گروه اقبال را گوش میکردند. اسکندر دیگری ادامه نداد این راه را. چرا؟ و تقدیر سراینده دیگر این گروه با دشواری های زیادی پیچید، مریض شد، بالاخره از دنیا گذشت. چی میدونید در این باره؟ گروه اقبال فیروز امکاش
یک حافظی نامدار در ولایت سوخت بودگی به نام محسن نکا محسن جان. آن کس وقتی که خیلی خدا رحمتی شدن در سمالیات در دبی وقتی که از خوجند وای میشد صدمه کرده بود آن کس هم در آن سمالیات بودن. بعد از آن کس گذشتنشان بعد از آرخیف امکش سرودهای امکش میاد کاسته ها بودن اونجا. همون کاسته ها رو میارد همین سرودهای از نو چی کنیم زنده کنیم. بعد یک سرودش انتخاب میکنن با نام گلی جان و گلی جان من میخونم. گلی جان معروف میشد خیلی در تمام همین ولایت. بعد فیروز با فیروز ایده میبیاد که همین سرودای پدر امکشه یک گروه تاسیس داده همین سرودای از نو برآورد. بعد حسن جان خدا رحمت کند روحش شاد بود دادری مامورکایی که همراه ما سرود میخوندن در ادیب دادرشان بودن. اسکندر ما قریب در یک دوستگی میکردیم و من در کوچه میر میگویم در همونجا زندگی میکرد. بعد فیروز همراه حسن هر دوشون رو دعوت کرده به آنها یک سرود نویست. کلیپ های بسیار همش همین فیروز میکرد. با حسن این چی شد؟ چرا حسن سلامتیش رو از دست داد؟ میگویند که معتاد شد به مواد مخدر، درست است یا نه؟ نه من راستی گپ همه خیلی ما دوستی میکردیم همه خیلی حرمت ما یک درگی بلند بود که بعد بسیاری دوستام اگر یگون جهتی وایشون باشد من نشان نمیدادم. من ولی مریض شد گفتند که جگرش کسل است. بله جگر و گردش هر دوش کسل گفتند. ما خبرگیری میرفتیم. با من راستی گپ حسن خان یگون وقت نشان نداد که و یگون چی می نوشید یا که یگون مواد مخدر خیلی جوان یک نورانی بود. ستاره گرم بود. بله ستاره گرم بود نورش بود. خیلی خوش چخچخ بود. وقتی که با او می نشستی در حقیقت طبیع آدم خوب میکرد. همیشه شوخی دوست می داشت. آوازش هم خیلی زیبا بود. وقتی که خودمون می نشستیم میگفتیم حسن خان یگون چی خوند که استراحت کنیم. خیلی خوب میخوند. بعد ما با خانه مامورکا میرفتیم پیشتر همه خودش نمیرفت توی به یک مشروطه بود. بعد همه مایه تقسیم کرده گرفته میرفت. بعد خانه‌شو میرفتیم تگی دری مامورکا بیلیارد استال بود. حسن خان و حسین خان هر دوشون بسیار بیلیارد خوب بودن. دوگانی هستند لیکن حسین خان قدش بلندتر شد. حسن خان میانه قد ماند. حالا چیکار میکند حسین خان؟ حسین خان حالا راستی گپ همراهی اکی مامور با همون اکی همراهی ما سرود میخوندن. چند بار دیدم که هم مثل اسکندر اینم جایهایی که مخلصای اشدی اقبال دعوت میکنن میرد همراه آنها میشیند هم صحبت میشه سرود میخوند و اسکندر هم خیلی بیماری تا کدام حد جسمی رو کاهش داده بود؟ چطور بود؟ میرفتیم میگفت که پایم در میکنند توی ها بر افطاسی هم. بعد گروه وزیر دعوت کردن حسن خانه از سبب آن که مامور خان اکا اول از ادیب گروه ادیب رفتن. جانیبک مامور خان که جانیبک مرادف در نظر دارم. بعد حسن خان دادری که خودشان بودن دعوت کردن گفتن که بیای ما گروهی نو تاسیس کردیم. اینجا جانیبک هست من هستم بله 3 تا حافظای نامی یعنی که مامور خان در ادیب نامدار بودن. جانیبک عموما در بالا. بعد حسن خان در اقبال معروف شده بودن. 3 حافظای یعنی 3 سرانه پرقوت باید متحد شوند. متاسفانه عمری این گروه هم دراز نشد ولی این روزهای آخران حسن خان در گروه وزیر گذشت. وقتی که در گروه وزیر بود حسن خان عموما بیماریش
авҷ гирифт. Намедонам аз сабаби ки аз ҷои иқбол ҷояш гарм буд инҷо омад ё чӣ сабаб шуд ки یعنی گروه اقبال هنوز در وقت زنده بودن حسنخان برهم خورد. бале ҷудо шуданд. баъд ҳасанхон اسکندر چی شد بالاش؟ искандар ҳамроҳи фирӯзҷон боз корашон давом доданӣ шуданду эффект надод. баъд ҳасанхон ба ин гурӯҳ омаданд. баъд ҳамихел бемор шуд. баъд шикоят мекард. мо байниса хабар гирифтем поём дар мекунад азбаски роҳбари гурӯҳ акам ҳастанд ва ё намефаҳманд. ман бисёр диққат ҳастам мегуфт ки истода наметавонам. вақте ки мо یعنی از گذشتن با گروه وزیر پشیمون بود؟ ба фикрам фақат норозигӣ изҳор мекард. چی نگفت؟ мегуфт ман намехостам ки ба ман бисёр дар гурӯҳи иқбол будан бисёр маъқултар буд мегуфт. همخیل میگفت. бале мерафтем. баъд мо ба чӣ мегуфт шашлик биёр мегуфт. колаи арси колаи худамои хуб нағз медид. баъд неки ҳусейнхон мегуфт ки мумкин не вай ба набаред. мо акуд маҷбур мегуфтем ки ҳасанхон ба худо дига чиз гӯӣ мо тамоми дунёем вай мекунем лекин ин чизо барои ту мумкин набуд аз охир ту вай. баъд охирон бор байниса ҷавоб шуд баром ман. мо як кӯча вохӯрдем. ман мошинамо дуртар доштам ваям мошинашо дошт. мошин фаромада тозон омад пеши ман. худашо нақс ҳис мекард. шояд ки аз сабаби ягон дору мехӯрд чӣ мекард ки пурсупос кардем вай кардем ҳамаш хуб ҳаман гуфт. бисёр хурсанд шудам. اویلادور بود فرزند داشت؟ бале фарзанд якта писар дорад. ҳазратхон намедонам чанд сола буданд лекин ҳамроҳи оилааш як бор хонаи ман овардагӣ буд меҳмон шуда омадагӣ буд. ман ҳазратхонро ёдам ба ҳастам хеле болои дивона мо мондагӣ будем. баъд оилааш ҳамроҳи оилаи ман суҳбат кардан. мо то бевақте ҳамроҳи ҳасанхон суҳбат карда нишастагӣ будем. اسکندر به چه کار مشغول شد؟ چرا اسکندر فعالیت رو در این گروه ادامه نداد؟ фирӯз вақти ба ҳасанхон аз ин дунё рафт фирӯз ҳусейнхонро даъват кард. дар бисёр ҷоҳо ҳусейнхон монанд чеҳраш айнан ҳамун ҳасанхон бо ин инҳо дугоник буданд. вале овозаш ҳасанхонро эҳсосашо дода наметавонист. ман фикр мекунам ки ҳамон эффекте ки ҳасанхон ба буд дар он гурӯҳ ҳамон чиз нашуд. бале он муҳаббате ки мухлисонаш доштанд қабул бе ҳасанхон ба фикрам иқболро қабул карда натавонистанд дигар. اسکندر چگونه این استرس ها رو پس سر کرد؟ бале искандар хеле душвор буд. барои искандар хеле душвор буд. вале як ҷавони як шахси ки он қадар ҳам стресро дода намешавад. дилаш ҳамеша соф. хай як хислати хуб башад ки хай нашавад. не ҳамин як чӣ хел худаша хурда ҳамин аку чӣ мешавад вай ин хел чӣ ваяш нест хеле самимӣ. ҳамин хел як чӣ тарсадам мегӯяд ки ман ҷамшид ман онҷо намерам. ман аввали самолёт метарсам ё чӣ ҳамин хел як бачаи тоза ҳамин як чӣ. وزیر چرا از بین رفت؟ вазир акнун боз инам ҳамун чӣ ҳамин ба фикрам 2 сезон рафтанд. шояд ки 2 сол. اونقدر فعالیت طولانی هم نداشتن. ҷонибек ки худаш ҳама ҷо ба вай қабул мекарданд хуб вай мекарданд. ҷонибек худаш паррон шуд рафт. ҳасанхон мана гузашт. хай аки маъмурхон иноям акун чӣ гӯям фаъолияти умуман санъата баҳс карданд якчанд вақт. баъд спонсорҳошон ки буд ҷонибек ба фикрам ҷонибек бо спонсорҳо баъд ҳамун
таҷҳизотое ки барои гурӯҳи вазир харидагӣ буданд ба фикрам бо онҳо کاری ادامه دادم. ادیب چی شد؟ ادیبی که شما فعالیت میکنید؟ بله. ادیبم اکو عیناً همین خیر شد. همه روی خودمون پیش میگیریم گفتیم. بعضی همدیگر نفهمی میشد. خب من به فکرم یگان تاشون بود چون که سالهاشون از من کلام بودن. من نه آنقدر هم یعنی سپور به می رفتیم خیلی چه اون در بحث مناظره بله همین خیر شد که اکای مامور خان خودشون الهیده شدن بعد یک چی شد که من عموما فکر کردم که تو همین سینی 20-21 سالگیه گفتم من صنعت میپرتم دیگر سرود نمیخونم میگفتم من همون 21 سالگی بعد از گروه ادیب رفتم گفتم که وقتی جوانی بود اکنون باید که من یک دانشگاه خونم بعد دیگر یگان یک صاحب کار کرده میبرم سرود و وای فقط جوانی و فکر میکردم جمشید زبانشناس است اصلا عادت شده است که ما وقتی درباره این یا آن سراینده حرف میزنیم برابر گرفتن نام سراینده ما فکر میکنیم که یک انسانی هست خالی از همه تشویش های روزگار شاد مسرور همیشه ترانه میسراید دنبال علم و جستجو این چیزها نیست ولی نه جمشید در برابر سراینده بودنش باز زبانشناس است زبانشناسی زبانی عربی و انگلیسی و حالا من میخوام که دیمانستراتسیا بکنیم زبان شناسی جمشید رو با زبانی عربی من هم دو واژه رو میدونم اهلا و سهلا اهلا و سهلا شكرا لك شكرا الحمد لله انا بخير و كيف انت يا اخي من این طرفش رو دیگه نفهمیدم که شما چی گفتید شما گفتید اهلا و سهلا یعنی که خوش آمدید بله من گفتم شما هم اهلا و سهلا كيف حالك حال شما چی هست من گفتم الحمد لله انا بخير و كيف انت يا اخي و حال شما چی از ای برادری من خیلی زیبا ادامه بدهید دوام سخنم بالعربي باللغه العربيه انا اريد ان اتمنى لاخي نجاحا في هذا الفيلم وشكرا لك مع السلامه خیلی زیبا در این رشته کار نکردید همچون زبانشناس راستی گپ یک 2005 تمام کردم تو هنوز خیلی کم استفاده بردم زبان چی شما رو وادار ساخت که زبانشناس بشوید یک جوان سرخوش پر از انرژی که فقط در صحنه ها میرقصید و ترانه میخوند چرا رفت به دنبال زبانشناسی راستی گپ وقتی که از گروه ادیب رفتم اویله دار شدم بعد خداوند با پدر عروسم همه خیلی چی کرد که با وجه اکرام استادی ما بله با وجه اکرام بعد من گفتم که باید که وقتی که وقتی صنعتکاری هم گویم در وقت جوانی هم با دانشگاه داخل میشدم میخواستم که معلومات عالی داشته باشم داخل میشدم ولی از سبب آن که هر روز تویا هم ما با آش نهار میشد آش زنان میشد بعد بیگه میشد اشتراک کردن نمیتونستم چون تویها تا 2-3 شب قریب تا زیاد وقتا طول میکشید بعد همون شافیری بود تا به وقت ما برده میمون ساعت سحر وای میشد بعد ما خیلی به وقت خواب میرفتیم سحر با درس اومدن نمیتونستم و چند دانشگاه من خارج میکردن از سببی که من از کدام دانشگاه خارج شدید چی بود صادرخان حافظ کالجی صادرخان حافظ با داخل شدم اونجا من خارج کردم بله بعد اکادمی موسیقی تشکیل شد اونجا با
تخصصی وای در داخل شدم رژیسوری شده شدم از اونجا هم خود از اونجا هم یکم کورسم نیست باشه رفتم بعد گفتن که تو نمی بیایی ما چی مونیم تو نمیدونی اومده بعضا حرکت میکردم استاد جان من میبیام میگفتم میامدم که تمامی درس خمیازه میکشیدم یا که بعضی درس ها خوابم بردم میخندیدن بعد از این من با وای داخل شدم چی با پلیتکنیکی میگویم با حیث مکانیکی بود برای دیپلم بود که اونجا شاید من فکر کردم که شاید اینش با داخل شوم چی لیکن اونجا چی شد؟ اونجا هم رفتن نتونستم درس باور کنید بله هر روز یا سیامکا یا توی نمیشد خستن حتی یک روزا میشد که در یک کجا توی برآمد کرداستگی بودیم یک بچه میبیاد سلام علیک میکرد و میگفت که آشنا جان ما همکورس هستیم ما فامیلی تو در ژورنال هستو ما تو میدونیم که تو همکورس تو ما میگویم که جمشید اسماعیل همکورس شماست نه که یکم رو توی درس ما ندیدیم نه که تو ما ندیدی یکم رو هم خیلی من گفتم ما همکورس می بعد از این من گروه ادیب بعد تمام میشد من میگویم که پدر علیوسم به یگان معلوماتی عالی گیرم مثلا اقتصاد یوریدیکی زبان عربی و انگلیسی با دیگر فن ها گفتم که پروگرامیستی گفتم که استید زبان عربی و انگلیسی گفته بعد گفتم من اگر از من پرسید من نصیحت میدادم که زبان عربی و انگلیسی انتخاب کنید تخصصی عربی و انگلیسی انتخاب کردم و خواندم. والدین خودتون چی میگفتند؟ والدین خودم راستی گپ با من وای نمی کردن آنها از خیلی عائله های عادی خواندنم نخواندنم کاردار نبودن بله فکر میکردم که یا فوتبالیست میشم یا صنعتکار میشم کدام راهی که من پیش نگیرم یا که برادرای من پدر و مادرم چی نمیکردن ولی زید نبودن مقابلیت نشون نمیدادن نه در وقتی خواندنم ما به مصر دعوت کردن به مصر بله مصر با از university ما روان کردن کمتر پریوچیکی هم کار کردم ترجمان در یک وایک شدم بیورو پریوودف بعد از آن من کم کم سرودها ایجاد کرده به صنعتکارا دوستانم میدادم با گروه فریز اکرام اسلامی بعد با انور جان احمدوف بسیار سرودها پیشنهاد کرده میدادم و یک چند سرودهایم رو یکی از دوستانم فرخ جان یارمتوف گوش کرد و گفت که این سرود باید که خودتون خوانید من گفتم که من 10 سال 11 سال سرود نخوندم بعد از ادیب من رفتم فکر کردم که من پیر شدم ولی یکی از با من الهامی نو دادن گفتن که شما جرابیک مرادوف ببینید شما دلیر نظرف ببینید شما دیگر صنعتکارا ببینید وقت و ساعت خودش همون یک رویه خواندن شما سرودهای شما همون سین و سالتان برفته خودش مخلصای شما همون چیه دوام بدید آهنگی که شما نوشتید این یک چیزی خوب است یعنی همین آتش رو دوباره فروزان کردن در دل شما وقتی که من این سرود همراهی دوستم ارکین جان که ارانژروفش که خیلی خوب هستن در ولایت ما آن کس با گیتار و اینسترومنت دایره و دوتور همین 3 اینسترومنت در آوردیم بعد اینو گرفتم یکی از دوستانم در مسکو در وی زوک رژیسوری میخوند تخصصی من ارسال کردم و همین سرود سوادید کرده خوشرو کرده داد بله تنظیم کرده فرسون وقتی که من سرود کلیپ کردم و سر دادم خیلی معروف شد بسیاری از صنعتکارای دوشنبه وقتی که همین سرود میخونم ما شنیدگی هستیم میگن اون میدونید چی کدام سرود شاید که شما شنیدگی باشید ای سیبکی سرخی من طلبگاری تویم بله شنیدم توی زیبا پریپیفش نقراتش بعد آیسته آیسته باز سرودای نو کردم بینم باز از دیگه یک تماشابینای نو بعد جوانا قبول کردن
шеърҳоямро ҳамроҳи падарарӯисам журналисти хеле варзида ҳастанд, бобоҷон икромов ҳастанд, устоди хеле забардасту гиромиқадри мо. бо шоирон озарахш ба ман якчанд сурудҳо нависиданд ва ман орзу мекунам бо шумо бо таронаи нав мешад, худо хоҳад бо шумо ҳамкории саркардагӣ. таронаи хеле зебост, оҳангат ба ман писанд омад. Ташаккур. чӣ гуна буд? ту ними ними ман, авҷи шамими ман, ای خوش نسیمی من باز آباد. خیلی راحت کردم. میخواستم درباره فرزندان بگویید. چند فرزند دارید؟ چند ساله شدند؟ 3 فرزند دارم. 2 دختر، 1 پسر. دخترم در شهر قزان در جمهوری روسیه کورس اولی دانشگاه طبیه تمام کرد. دختر دومم من به صنف 8 میرود و خدا با شکر میکنیم که فرزند خردی ما یعنی پسرچه یکی ما یگانه ما به مکتب رفتن. دوستانی عزیز، واقعا هم جهان هنر جهانی است پر از راز، پر از اسرار و ببینید که در امتداد این چند دقیقه ما گروه آوازه‌داری اقبال را یاد کردیم، گروه آوازه‌داری ادیب را یاد کردیم، از هنرنمایی گروه وزیر یادآور شدیم و من تنها همین رو میگویم که این جمشید برادر عزیز ما یک انسیکلوپدیای زنده صنعت معاصر ما در خوجند است. سپاس جمشید جان، خیلی خوشم آمد. از صحبت اینجا خداحافظی میکنیم و برنامه رو با اشتراک دیگر هنرمندان نامدار خوجند بستانی ادامه خواهیم داد. خیر عزیزان دل.